امپاتی یعنی این که من خودم را جای تو و نیازهای تو و خواسته های تو نسبت به خودم بذارم. 6 که تو نگاه میکنی 9 است که من دارم میبینم. 9 که من دارم میبینم 6 است که تو داری میبینی. مادره به بچهش گفته که قربونت برم فردا میای دخترم ببرم گردش با دوستام؟ آره مامان میام. خب این بچه 4-5 ساله رو میبره با 30-40 تا از دوستاش، آبشار، رودخونه، جنگل، تپه، درخت. شب که میان میگه مامان کیف کردی؟ آبشار رو دیدی؟ درخت‌ها رو دیدی؟ جنگل رو دیدی؟ کیف کردی؟ میگه مامان من فقط پا دیدم، پا. من فقط دستم تو دستت بود، فقط پا میدیدم، هرچه اطرافم بود پا. تا امپاتی یعنی این که من بدانم تو از چه زاویه‌ای داری به من نگاه میکنی. مرد هیکل گنده دست چکش رو شکمش امضا میکنه، به زنش میگه خانم نمیتونی مثل ایتی پای فشن، مثل ای جینیفر لوپز به خودت برسی. بابا مردک یه نیمت از قطر این شکم بیار پایین، بعد یه حرفا بزن. زنه بدتر از مرده. زنه چنان هیکلی به هم زده که تا بخواد جلو تلویزیون رد شه 3 تا سریال از دست دادی. پیله کرده به سر تاس مرده. بابا امپاتی یعنی که من بدانم تو از چه زاویه‌ای داری به من نگاه میکنی و چه انتظاری داری، تناسب من با تو چقدره. امپاتی یعنی این که من همسرم را توی مجلس از نگاهش قبل از آنکه بگه بفهمم چی میخواد از من، بفهمم نگاه همسرم یعنی این که خسته شدم بریم. من بیشتر از این 2 ساعت تو این جلسه نمیتونم بمونم، خسته شدم. نگاهش رو بتونی بفهمی. بسیاری از زنهای ما بغضی که دارن اینه که آقای دکتر میگه آقای دکتر من نمیدونم چجوری به یه حالی کنم، تا یه حدی میتونم اینجا باش بیام. اون میدونه خود من زود خسته میشم، میدونه من نمیتونم ادامه بدم. و مرد بیخیاله، مشغول جوک و شوخیای خودش با رفقاشه. ما اینا رو حواسمون نیست. امپاتی نیاز به بصیرت داره. بصیرت یعنی تحلیل از درون. میگن طرف کور بود، با دوستش داشت گیلاس میخورد، به رفیقش گفت خیلی نامردی. گفت چرا؟ گفت مرد حسابی قرار بود که یه دونه گیلاس بخوریم، داری 3 تا میخوریم. گفت می تو کور نیستی؟ گفت چرا به جان خودت کور مادرزاد؟ گفت تو از کجا فهمیدی من دارم 3 تا میخورم؟ گفت برای اینکه من خودم دارم 2 تا میخورم، تو هیچ اعتراضی نمیکنی. به این میگن بصیرت. امپاتی بصیرت میخواد، امپاتی فهم درون میخواد، امپاتی سیستم خود تحلیلی میخواد.